این جمشیده که بعد از 20 سال کارگری میخواد برای زن بچه‌ش یه خونه نقلی بخره، اما دل غافل وقتی میره تو خونه میبینه جا خونه املاکی بهشون توالت عمومی انداخته. اینجاست که جمشید و زن بچه‌ش بدجوری شوکه میشن تا نزدیکای مرگ میرن. ولی جمشید قوی و تصمیم میگیره بره خلازی رو توالتا رو بفروشه و پول شکم اوضاع رو درست کنه. برای شروع میره آن گالوانیزه میگیره و یه فریم مربعی خوشگل درست میکنه، زیرشو پایه میذاره، روش هم با پنل چوبی پر میکنه. برای اینکه کار در بیاد 2 تا تشک خوشگلم میذاره روش و برای اینکه موقع خواب سر کله نره تو در دیوار دور تختارم بالشتک کار میکنه. بعدش هم برای اینکه جمشید بتونه با زنش راحت بشه وسط یه پنل چوبی میزنه و روش پنجره خوشگل در میاره. یه پنل چوبی هم دقیقاً جلوی تختا در میاره تا توالت عمومی بیشتر شبیه خونه بشه. 2 تا قوس خوشگل هم میندازه بالاش. حالا وقت درست کردن یه کمد دیواری جادار بزرگه تا کل اعضای خانواده لباساشون رو توش بذارن. بعدم برمی‌داره گوشه خونه رو یه ماشین لباسشویی میذاره، روش آشپزخونه درست میکنه مثلا و بعدش هم توالت رو میذاره زیر پنجره تا کاراشون رو انجام بدن. اینم از پایان کار جمشید تونه توالت عمومی رو شبیه خونه لوکس و مدرن کنه. نظر شما چه کار در اومد یا نه؟